من کلا هدف ندارم. من کلا بداهه زندگی میکنم. زندگیم هم بداهه است. یهو پا میشم از این شهر میرم اون شهر. یهو میگم خونمون اینجا نه اونجا. شب میرم مرشر دور میزنم میگم چه جای قشنگیه. بیایم اینجا. تا حالا 2 ماه اساس کشی کردم و این مدلی هم در لحظه زندگی میکنم. احساس میکنم که زمانی که شما خبر نداری آیا فردا زنده هستی یا نیستی، زمانی که شما نمیدونی قراره چه اتفاقی برات در آینده بیفته، من چرا بیام یه هدف حالا مثلا 10 سال بعدمو ببینم؟ نه اینکه خیلی به هم ریخته و اینطوری باشه زندگی، نه، من هم قواعد و چارچوب خودم رو دارم. اما در مورد اینکه آیندم رو چطور میبینم، من هر لحظه 10 سال پیشم آیندم اوکی بود، داشتم زندگی رو میکردم با سختی‌های خودش. الانم لحظه رو دوست دارم. الان شاید سختیام بیشتر هم شده ولی باز دوستش دارم و نمیدونم 2 سال بعد، 1 سال بعد، 1 ماه بعد قرار چه اتفاقی بیفته. کاری رو میکنم که الان احساس میکنم مردم این کارو دوست دارن. هدف تهش چیه؟ ته ماجرا چیه؟ تهی وجود نداره. تو باید از این نقطه A تا B قرار زنده باشی که نمیدونی B کجاست، فقط میدونی A کجا بوده و چه روزی بوده. تو این فاصله لذت ببر و به دیگران عشق بده و باعث شو که حالشون با تو خوب باشه. این اون زندگیه که من دوستش دارم.